بسم الله الرحمن الرحیم. با تاریخ 21 جدی روز چهارشنبه ساعت 20 کم ده بود که ما در مسیر پل خاکی به بسیار طوفان شدید سر خوردیم که محترمانم طوفان مسیرش تغییر داد. دیگه به بسیار یک حالتی خراب قرار داشتیم. با محترم حافظ صاحب تماس گرفتیم، ما تیم کاریشان روان کردن، ما را بسیار به شکل محفوظ از محترم و همراه تمام پرسنل به اتاق خودشان انتقال دادن. بسیار عزت ما را کردن، فعلا در اتاق خودشان هستیم، ازشان بسیار خوش هستیم، بسیار زیاد تشکر میکنیم از پیشش. یعنی وقتی که ما را نجات دادن به این حالت سخت ما متیقن هستیم که در این شهرها بسیار خدمت کرده، از اول تا بالی و سختترین حالت خودشان میرسانند. موتر خودشان، بادگاردای خودشان ما که آمدیم دادان دروازه منتظر ما بودن، بسیار پذیرایی کردن. تنها ما را دید که یک تعداد مردم بالاست پل خاکی مانده بودن و هم نجات دادن و یک تعداد از مسیر پس دور دادن. ما فعلا در اتاق خودشان هستیم، صحتمند هستیم، جور هستیم. از تمام پرسنل با تشخص بسیار زیاد تشکر.